این قوم محسوب می شود. شعر و ادبیات بلوچ پر از حکایت‌های نغز عاشقانه است که در آن عشق آسمانی و زمینی هر دو از ارزش و اعتبار فراوانی برخوردارند. مردم بلوچ این حکایات و تجربه‌های عاشقانه را نیز مانند موضوعات فرهنگی و تاریخی بیشتر با زبان موسیقی به آیندگان منتقل می‌سازند. हमा जाहिले मुल्ला उसी ओ शैमुरी दस्ता कश हानिए कुल्ला शहागो मन जवाबी दाता दिले हुल्ला कि मन गनूक नया शुमा जाहिले मुल्ला के दिल मनी बंदे लड़ो लाडो लड़ो दिलमनी बंदे पहानिए खुला होगी सिर्फ बाजीरे कदी. داستان شهمری دهانی یکی از حماسه‌های عشقی معروف مردم بلوچستان است. گرچه بخش اعظم داستان شرح ماجرای عشق این دو دلداده است، ولی بسیاری از مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بلوچستان به طور موازی برای خواننده و یا شنونده به روشنی آشکار می‌گردد. که مرچیتی وشین کل جنه کومان بیمنا بله چمو سورا که دوشی من جدوا بیتگان بله بازارو ترا که زیری نمبا کتگان و کوهی جوانی بله نیستان فقط صدق و ارادت با خدا بی شفا دوگ الله هیچ انسانی نتوند که شفا بده، ولی خوب الله پاک یک چیزی را یه آورده که به یک نوع شفا بده. شفا دوگ. بلوچ همواره در بند جور و ستم طبیعت نامهربان، سنت‌های انعطاف ناپذیر و سرنوشتی مبهم به زندگیش ادامه داده. طبیعت ناسازگار برای او ارمغانی به جز طوفان‌های مهیب، شنبادهای زرد تلخ و خشکسالی‌های پیاپی نداشته و بلوچ همواره نبردی سخت و هر روزه را برای معاشی ناچیز ادامه داده. در زندگی بلوچ همزمان گونه‌ای دیگر از پیکار نیز وجود دارد که بر فراز زندگیش همچون سایه‌ای سنگین و ناشناخته حضوری همیشگی و ناگزیر دارد. مجموعه‌ای از ارواح آزارگر و موجوداتی نامرئی و موهوم با قدرت و توانایی‌های فرابشری که سببساز بیماری‌های مرموز و ناشناخته می‌گردند. در فرهنگ بلوچ مسبب این بیماری‌ها بادها، زارها، جنها و دیوها هستند، هر کدام با ویژگی‌هایی خاص. شناسایی و معالجه هر یک از این بیماری‌ها و یافتن معالجه‌ای متناسب با آن بر عهده زنان و مردانی است که به مامای زار یا بابای زار معروفند. مداوای بیمار مبتلا به عارضه بادگرفتگی یا زارزدگی تنها از طریق برپا کردن مراسم گواتی ممکن است و اداره این مراسم به عهده زار بابا یا زار ماماست. در این مراسم اول قرآن و اوراد مذهبی می‌خوانند و معجونی خوشبو می‌سوزانند و بعد خلیفه یا زار بابا با بیمار صحبت می‌کند و احوال او را می‌پرسد. نقش موسیقی در مداوای بیمار در مراسم گواتی بیمار بسیار مهم و کلیدی است. نوع و کیفیت موسیقی، چگونگی طول و زمان اجرا و محتوای اشعار به وسیله زاربابا یا خلیفه که اغلب نوازنده و یا خواننده اصلی گروه است تعیین می شود. هیجان بیش از حد حاصل از حضور در این مراسم تدریجاً بیمار را به انجام حرکات خارق العاده‌ای وامی دارد تا جایی که دیگر خود را از هر قید و بندی رها شده یافته و با فراموشی کامل دردهای جسمی ملال ناشی از افسردگی روحی خود را نیز در فضای روحانی مجلس از یاد می‌برد.